از اونجایی که من تو همه شغلا میرم و گن میزنم، امروز قراره با هم یک سینمایی رو بگیریم دستمون و ببینیم آیا توش ورشکسته میشیم یا نه. پس تا انتهای ویدیو رو ببین. خب آقا این سینما رو به ما دادن، اسمش هم سینمای محمد. به به این سینمای کلی تسک و ماموریت بهمون داده. بازی این خراب شده رو ما باید بکنیم سینما، خیلی کار سختیه. خب اینجا گفته این میزا رو درست کن، این چیزا رو تعمیر کن، آتا آشغالا رو تمیز کن. این تارنکبود داشت اینجا شیطانی بوده. چرا باید تارنکبود اینجا باشه؟ من نمیدونم. خب اینجا هم خب باید با تی جمع کنیم. من فعلا اینا رو جمع کنم، فعلا چیزایی که نیاز به تی و اینا نداره جمع کنم. خب حالا گفته دکمه ویو رو بزن. اوه چقدر قابلیت داره. خب اینجا جارو رو بزنیم. به به تو دیزیرش دیدم خیلی گیم خفنی بچه‌ها و خیلی بالا قرار بریم و قطعا ورشکسته میشیم، ولی معلومه ایاش نمیره. با این باید بره. چقدر جوزه بازی، 2 تا تی داده بهمون، باورم نمیشه. خب اینجا اینا رو تمیز کردیم. گفته اینم درست کن. داداش این یارو فونم یاد با ما مشکل داشت. این آشغالدون رو داده ما گفته بکنیش سینما، اصلا شدنی نیست. اینجا گفته بیا اینم سیستم کنیم اتاق مدیریت. اینجا ساعت نوشته رپیتیشنمون هست اینجا. اوکی گفته وارد سیستم بشو. باشه تیزرش دیدم میتونی فیلم خودتو به اکران بذاری، مثلا از تو فایلات فیلم بری بذاری به اکران، خیلی خفنه. تموم شد. خب گفته وارد این گزینه بشو. حاجی مثل بوف و اینا داره، چیپس و میپس و بستنی و مستنی بشیم اشغال میره فیلم. خب اینو گفته بگیر. خب اینو بگیم بیاره برامون. خب این از این. حالا گفته یه شلف هم بگیر. حل داداش یه شلف. اوکی بده بیا. الان مثل که فکرم داره میرسه. رسید برامون درسته. آره حاجی به 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 2 تا باکس رسید. آجا اونجا گاوی پرت میکنه آجا، دستش دم در نکنه. از اونجایی که من تو تیزر دیدم اینطوری نیست که مثلا تو بیای به مردم خودشون میان برمیدارن. پس باید به نظر من بیایم اینو بگیریم بذاریمش این گوشه. خب این همینطوری بگیریم. حالا در آینده چیزای جدید هم اضافه میکنیم به بازی، چون بستنی اینا از اینجا مردم برمیدارن میرن میزنن خب این چیپس هم برداریم. بذار بچه‌ها اینجا بک هم داریم، اینجا مثل تو جیبمون میذاریم وسایل، خیلی باحاله. خب اینجا گفته آر بزن در رو وا کن. اینجا بچین حله. به به حاجی چیدیم. خب بذار من اینا رو بندازم. صد آشغال اونجاست. صد آشغال داخل خود مغازه است، مثلا بوگن برد. حالا گفته برو یه سری تجهیزات برای اون پروژکتورت بگیر. خب وارد اینجا میشیم. گفته یه لامپ بگیر و از اینا بگیر. یه فیلم هم بگیر. خب فیلم چه بگیریم؟ گفته اینو بگیر یا این. حاجی چه فیلمی؟ این قواسه چقدر؟ این 7 نیازه. خب اینو میگیریم دیگه چون ما پولمون کمه از این اولاری. خب این تا فیلمو میگیریم. گفته با 1 2 3 میتونی اون بکتون رو جاتو عوض کنی که خب مشکل نداریم، ما بلدیم فیلم. خب اینا رو بگیم. مرتی که مگه نمی اصلا اینا شاید شکستنی بود. عجب مرتی که حالا سلام آقا ببخشید آمدی تو وسایلم، ببخشید. خب حاجی گفته بیا برو اینجا. او حاجی اینجا فیلممون مشخص میشه. اینجا فکر کنم سالونمونه، سالن مختلف. او پشما. خب چطور باید بریم اونجا؟ او مای گاد. خب گفته بشین اینو بگیر. این فیلمو بگیر بذار این تو. خب حالا اینو بردار بیا اینجا. فیلم تو بگیر بذار اینجا. چقدر خفن دارم نظر میبرم. خب گفته این لامپو بگیر بذارین تو. لامپو. خب لامپو گرفتیم. حالا میگه لامپو بگیر بنداز اینجا. آقا خب لامپو بگیر بذار. بعد اینم بگیر وصل بکن به اینجا. اوکی حاجی وصل کردیم. اینم ببنده رو. خب حالا گفته که اینو بزن. او یس حاجی. او چقدر جزئیات. اینجا میتونیم صندلی مندلی آپگرید کنیم. چقدر خفن. تایم مشخص میکنیم حاجی. تایمشو چقدر میذاریم؟ 60 دقیقه میذاریم خود دیفالت بازی. تایمش چقدره؟ خب بیاینم تایمشو مشخص. اساسا من باید تایمشو کاری کنیم. تیکت. خب حالا بوده با بریم تیکتشو بفروشیم.
نمیدونم حاجی چیکار کنم. خب حالا گفته بیا و اینجا شروع بکن. آها اینجا قیمت رو مشخص کن. قیمت هر بلیت 7 و 30 ما برای اینکه مثلا یکم سود کنیم میذاریم 8 دلار، $1 بیشتر میذاریم برای اینکه برای شروع کار یکم سود کنیم. خب گفته از اینجا اوپن دستور. به به اللهم صل علی محمد. مغازه باز شد. آقا بیاین داخل. حاجی مردم لنگ سینما بودن تو مغازه رو باز کردن. آقا چه قیمت اینا رو مشخص نکنیم پشمام جانم. چون یه دونه بیشتر ما همیشه یه کم بیشتر می‌ذاریم چون سینمون لاکچری بالا شهریم. خب گفته بیا اینجا. سلام آقا شما یه نفر می‌خواید صاحب بشین صندلی آسه. اوه چقدر خفن. حاجی خیلی دارم لذت میبرم بازش. خب تیکتو بگیر بده بهش. کارتو بگیر. گفته اینجا حساب کن چقدر. $8.05. $8.05. برو آجا خدا برمراد. خب سلامش خانم خوش شما. آجا معلوم نیست شخصیت بازی رو خیلی دوست دارم مثلا معلوم نیست زنن من اصلا معلوم نیست. خب بعضیا خودشون من انتخاب میکنن که کدوم صندلی بشینن. اینطوری فکر کنم پول بیشتری میگیریم مثلا $1.95 هم باید روش بدیم. اوکی بفرما. بابا سلامش خانم خوش شما. بابا با خانواده همونی نه یه نفره. خب اینم نه این هر سه دلش بخوام میذاریم بذاریم D1 که برای خودش بالا بشینه عشق کنه ویدیو ببینه. خب 1.45 بفرما. آجی چقدر اوه بچه بدبخت شدیم. اینورم باید مردم میان چیپس و پفک میخرن. آجی خب خیلی سخته من کارمند میخوام. $10.06 بفرما. وای حاجی اینم میخواد. بیا آجی خانم بفرما. 2 چیپس. آجی بد داریم در میاریم ما توی سینما داریم 100 تا فقط شغل انجام. یا ابوالفرز 10 تا فقط شغل داریم توی سینما. خیلی باحاله. خب ای وای حاجی رفتم. آقا بیا آقا. خب بیا داخل حاج خانم شما چند نفر؟ یه نفر. بیا با بچه‌ها پشتید. اون 2 نفر. یکو بفرما. ای حاجی اینا 2 نفرن چه باحال. بچه سوال این حاجی بچه‌شو ببین. خب حاجی بس سریع اونا هم راه بندازیم. بازی کردن باید فرض باشیم توی کار. حتما من توی موزیک کارمند میخوام. چی عزیزم میخوای 2 نفر. خب 2 نفر. خب بذاریم پدر و دختر اینجا بر خودشون بشننش کنن. بفرما آقا. قابل نداره عزیزی. 16.10. خب جان آها 16 حاجی باور نمیشه. $16.10 بفرما. حاجی بذار سری چیپس و پفکای اینا رو بدیم بچه‌ها. چقدر سود داره بازیش یعنی ما داریم از 10 جا در میاریم. خب همه جون $9.94 بفرما. الله سلام علیکم خوب شما. $4.97 چه بدین با پول پس بدی بابا دیگه خودم ببین چه مسخره بازی من با پول مگه بانکه. بفرما. آجی دیگه کسی نیست. نه فکر کنم فیلم شروع شد درسته. آره آجی فکر کنم با الان ببینیم فیلمو بزنیم یعنی فیلم 4 ستاره است. به به چه فیلمی. ببینیم فیلم. اوه خودش پخش شده. بعد داداش من چیزی که دیدم با این یکی نبود. تو می‌دونم تایم سریعتر بره. خب چه باحال. یه سال بذار ببینم اینجا چی دارم. چرا قوه دارم. ببینم تو کی هستی؟ باش آقا جانم. باش بذار این کیه؟ چه بیچاره اومدن سینما دارم درنش سرسم. و یه سال من الان فیلمو خاموش کنم بهشون میگم برید. نه هاش خواهم بمون جان من. حاجی این رد کردم. آقا آروم باش من نمیبینم آقا باید چراغو روشن کنم ببینم باید جا بگریم نکنه دوزی کسی بیاد. ببینم بلیت داری؟ حاجی نکنه بعضیا بدون بلیت اومدن. همه بلیت دارن؟ اوکی الان میگه چند دقیقه دیگه باید تموم شه. اوه حاجی میگه الان اینا میرن و گند میزن. حاجی من حتما کارمند میخوام اصلا نمیتونم زمینم. خب حاجی فکر کنم آها یارو سلام علیکم. خب یا آقا تیکت میخواد داداش برات سانس بعد میخواد. 3 نفرن درسته حاجی. 1 نفر 2 نفر 3 تا حاجی 3 بلیط کردن میشین هیچی نبینی حاجی. 85 سنت. خب بفرما.
آمدم مامان. خب آقا شما نمیخواین این شکلات مکلات ها؟ نه حاجی نمیخواد. خب سلامش خانم، می شما وقت بخیر. ببخشید شرمنده تو رو خدا. صندلی آچار میشه، آچار کنار یه پدر پسر برات گذاشتم، اش پدر پسر مهربان همین الان رد شد. $11 $11 و 95 سنت. بفرما. سلام علیکم. 3 نفر 1 نفر. من فکر کردم آخه نسبتی داریم با اون خانم پشتیه. ببخشید دیگه حواسم نبود. خب بفرما. حاجی بیاید پروفیلا رو بفرشید ماونت تسکمون کامل بشه. یه دونه دیگه پروفیل بفرشید تسکمون کامل شده. خب بفرما. $4 و 97 سنت. خب بعدم نیاز مگه بانکه. بفرما. خب حاجی تسک رو انجام دادیم. اوکی آقا بذار من مثلا مغازه رو ببندم. بکنم ببینم. آقا بذار من برم. داداش حاجی اینا کجاست؟ چی؟ اوه دستشوی. یارو رفته خیلی فشارش بوده. حاجی بذار ببینم کارمند میتونیم بیاریم. من اصلا بدون کارمند نمیتونم. اینجا چیه؟ اینجا فکر کنم مغازه رو بزرگ. اوه مغازه رو بزرگتر میتونیم بکنیم. سالن سینما رو اوه کارمند حاجی. حاجی کامرا رو چقدر خفنه بازش. آقا لول 2 میتونیم کارمند بیاریم. خیلی بازی خفنیه. خب بچه ها اینم از ویدیوی امروز. پارت 2 رو به زودی براتون قرار میدم و پارت 2 قراره کارمند بیاریم. دمتون گرم. مرسی که میدونید. تا ویدیوی بعد بدرود.